هم میهنان عزیزم، امروز نسخه بروز شده کتابچه دوران اضطرار پروژه شکوفایی ایران منتشر می شود. پروژه شکوفایی ایران بخش پنجم از استراتژی پنجگانه ما برای بازپس گرفتن ایران و دوباره ساختن آن است. پروژه شکوفایی چشم‌انداز و برنامه گذار به دموکراسی و بازسازی کشور را ارائه می کند. کتابچه دوران اضطرار بر 6 ماه اول نیازهای فوری کشور، بحرانهای پیش رو در این دوره و راه حل‌ها و فرصت‌ها تمرکز دارد و با مشارکت مستقیم ده‌ها متخصص تهیه شده است. پیشنویس این کتابچه در تابستان 1404 ارائه شد. در راستای شفافیت و پاسخگویی حداکثری از متخصصان و عموم مردم خواسته شد نظرات خود را با دستاندرکاران در میان بگذارند. تیم پروژه شکوفایی صدها ساعت با متخصصان به گفتگو نشست. هزاران پیشنهاد رسیده را بررسی کرد و اینک نسخه بروز شده را ارائه کرده است. من از مدیریت، تیم اجرایی، نویسندگان و مشاوران پروژه شکوفایی ایران برای برداشتن این گام بلند سپاسگزارم. همچنین از همه کسانی که به شکلی دلسوزانه و سازنده پیشنهادهای خود را برای بهبود کیفیت این کتابچه ارائه کردند تشکر می‌کنم. برای نخستین بار در این چند دهه پروژه ملی و در این ابعاد با مشارکت همگانی و در یک روند شفاف انجام شده و به سرانجام رسیده است. ما این روند را در دیگر فازهای پروژه شکوفایی و در دیگر پروژه‌ها ادامه خواهیم داد و استفاده خواهیم کرد. کتابچه اضطرار رؤوس کلی ساختار و برنامه‌های مورد حمایت من برای اداره کشور در فردای سقوط جمهوری اسلامی در 6 ماه نخست دوران گذار است. من و تیم همراهم به این برنامه‌ها متعهدیم و آماده ایم که پس از رساندن انقلاب شیر و خورشید به سرمنزل پیروزی و سرنگون کردن جمهوری اسلامی زمام امور را در دست بگیریم. در پی آن فرایند انتقال قدرت، استقرار سامانه گذار، ایجاد امنیت، بازسازی کشور و گذار به دموکراسی را هدایت کرده و به سرانجام خواهیم رساند. چون همیشه حمایت و اعتماد شما ملت بزرگ ایران بزرگترین سرمایه من بوده و خواهد بود. پاینده ایران.